حبیب الله خان سربازی با لقب بلوچ و قدردانی از ایشان که با وجود به سخره گرفتن نظریات اخیر ایشان با آزادگی پذیرای این دعوت شدند. آقای سربازی از مدت‌ها قبل بدون در نظر گرفتن شرایط و ظرفیت‌های ممکن پذیرش از نگاه من به عنوان یه روزنامه نگار و شبه بومی در این منطقه با مخاطب قرار دادن هموطنان بلوچ من به شدت اقدام، باز هم به داوری من، ترویج خشونت کرده بودند و همین مسئله باعث تماس من با ایشون شد و منجر به این لایو شد. از ابتدا من در نظر داشتم که به طور کلی تاریخ بلوچستان رو با جمهوری اسلامی شخم بزنم، چیزی که هیچ مسئولی تا امروز زیر بارش نرفته که باور بکنه که چی به چی هست. اما خب نظرشون این بود که ما بیایم فعلا این لایو رو که امیدوارم ادامه پیدا بکنیم بحث ما با ایشون، بپردازیم به مشکلات منطقه. آقای سربازی من سوال کنم ازتون یا خودتون؟ خواهش می‌کنم. اولی پرسش من از شما اینه آقای سربازی که مشکلات بلوچستان آیا در این مقوله نفته که خطاب جامعه بلوچستان به کرات شما اعلام میکنید که باید انقلاب کرد، قجر و زاغوری را باید از این سرزمین بیرون راند، این پاسخ را بدهی تا برویم سر اصل موضوع. چرا آقای سربازی؟ من چه گناهی دارم که زن بلوچ دارم، 50 سال درد غم بلوچ رو به سینم گرفتم، متهم به سنی بودن شدم، سابقه من مشخصه دیگه، خیلی بلاها به سر من در اومده، اما با سخنان آدمی مثل شما که اصلا انتظار ندارم من، شما اپوزیسیون هستید، من با اینا با هیچ کدوم کاری ندارم، من با منافع ملیم کار دارم، اینا همه میدونن. برای من منافع ملی و آرامش این مملکت تا جایی که بتونم از دستم بر بیاد بتونم تولید بکنمش. شما جواب این سوال منو بدید، من در خدمت شما هستم. سپاسگزارم جناب آقای اینکه این زمینه گفتگو رو فراهم کرد. قبل از هر فکر کنم شما محمد بطا باشه ولی با جمشید شب. بله. به خدمت شما، ما یه ملت صلح طلبیم، یه ملت مهمان نوازیم، یه ملت دوست داشتنی هستیم با اخلاقیات بسیار بالا و هر کسی هم اومده به این مسئله فقهی گذاشته و تایید کرده. اما یه مسئله ما پیش اومده و اون مسئله ریشه‌ای اینه که ما یک ملت همسایه نام ملت فارس، این ملت اومدن در سرزمین ما و سرزمین ما رو در واقع نظامی و امنیتی تحت کنترل و تصرف و در واقع با اصطلاح واژه درست استعمار گرفتن. این مسئله باعث شده که مشکلات و چالش‌های عدیده‌ای برای بلوچ‌ها پیش بیاد و عامدانه بلوچ‌ها رو زیر سلطه گرفتن، زیر فقر گرفتن، زیر شرایط ناامنی گرفتن. بلوچ رو دارن در واقع سرکوب میکنن، تضعیف میکنن به هر شکل ممکن، عامدانه و هدفمند. یعنی هیچ گونه برنامه، یعنی فسادی این وسط فقط نیست که یک فسادی علت ماجراست، یک برنامه هدفمند اینجا وجود داره برای تضعیف بلوچ و این باعث ناامنی ها شده، این باعث عقب موندن بلوچستان است واقع شده و همین مسائل. در مورد اینکه شما گفتید ما دعوت به خشونت میکنیم، مطلقاً اینطور نیست، ما اصلا دعوت به خشونت نمیکنیم، ما دعوت به توسعه بلوچستان میکنیم. در مورد اینکه شما گفتید من چه گناهی کردم که ما از من دورگه هستم مثلا باید از اینجا برم بیرون یا زابلی بره بیرون، مطلقاً ما هیچ وقت این حرفو نزدیم که بلوچ یعنی زابلی. وایسای شما رو دارم آقای سربازی، وایسای شما رو دارم من تحلیل کردم. آره اجازه بدید روشنشون کنید به همه ببینم بشنوم. من صحبتم اینه که اینجا در این سرزمین نیروهای نظامی بیگانه
که اومدن سرزمین بلوچستان رو در واقع زیر کنترل و سلطه خودشون قرار آوردن و دارن سرکوب میکنن، از اینجا باید خارج بشن. اما مردم عادی، مردم و شهروندانی که به شکل عادی دارن زندگی میکنن، بعد از اینکه اونا خارج بشن حاکمیت ملی به مردم بلوچ بازگرده، ما میتونیم با یعنی توافق، با خوبی، با صلح، صفا و آرامش در کنار هم کنیم. من هیچ مشکلی با آقای جمع ندارم. ما میتونیم زیر حاکمیت بلوچ و آزادی کامل زندگی بکنیم. خب اجازه میدید من جوابتون رو بدم؟ ببینید عزیز دلم، این نیروهای بیگانه که میگید منظورتون کیه؟ وقتی من آره عذرخواهی میکنم، بفرمایید. نه خواهش میکنم. من بحثم سر اینه که ببینید آقای سربازی، حاکمان اصولا از نظر فلسفی که بخواید به قضیه نگاه کنید، به خصوص تو جهان سومی که بنده و شما داریم زندگی میکنیم، همیشه میخوان سوار باشن، سوار بر معرکه باشن. اما این مدنیت ما مردم باید باشه که نگذاریم استدلال داشته باشیم. ببینید حرف من اینجا اینه. اما الان همین جوی که در خود استان با گماردن استاندار بلوچ به وجود آمده، شما ببینید این زخم کهنه بحث زابلی و بلوچ و فارس و بلوچ، من شاید به جرئت بهتون بگم که 2000 تا مقاله تا امروز در این رابطه نوشتم که آقا منافع ملی ایران رو از زیر این آوار باید کشید بیرون. من نه دنبال اون شیعه گستری هم، نه اعتقادی اصلا بهش دارم. توجه بکنید چی میگم. ما در هیچ جایی آقایون اگر قرار باشه، من بحث گفتم با شما میخوام باز بکنم به خاطر همین که بیاین آقا صحبت بکنید، ببینیم آقا شما تو این 45 سال چه دستاوردی داشتید. از اون طرف مخالفین شما آقای سربازی یا نسل‌های ما قبل آقای سربازی، اینها چه دستاوردی داشتن. من یه پاراگراف دیگه هم به این مسئله اضافه بکنم. آقای سربازی، مسئله اینجاست که در نگاه شما به بلوچستان، این خیلی مسئله مهمی برای من، اولا چقدر اعتقاد به روی کار آمدن نسل دیجیتال دارید شما؟ مخاطب شما در اصل نسل دیجیتاله که اصولا زیر 20 سالن و مضاف بر این فرایند سنتی و شدیداً مذهبی خانواده بلوچ که من این بحث رو تو این مستند توقیف شدم باز کردم، کاملا هم باز کردم. رشد کودکان آقای سربازی چگونه است؟ کودکی که امروز تو خانواده بلوچ داره بزرگ میشه واقعا فرمانبره یا فرمانده است؟ دوره من و شما گذشت، من و شما با همبازیامون بازی میکردیم، ولی امروز داستان چیزی دیگه است. بچه های امروز، نوجوان امروز که من اسمشون رو میگیرم نسل دیجیتال، اینها به هر بدبختی هست، با هر فیلتر شکنی هست، به هر شکلی هست، با هم نسلان خودشون در دنیا تماس برقرار میکنن. خب بگید من چی خدمتتون میگم. گذشت اون زمانی که بله خیلی خانواده الان هم هستن که مولوی محلشون، مولای محلشون حکم بده برن کاری رو انجام بدن یا ندن، در هر صورت. اما اکثر به اتفاق قربونتون برم اینجوری نیستن. من بارها شده با شبق چند وقت پیشم من بحثی داشتم با ایشون که قرار بود لایوی بیاد بگذاره که نیامد جلو متاسفانه. ببینید ما تو همین مهماه گذشته 200,000 نفر بازمانده تحصیل داشتیم. خیلی وحشتناکه که اکثر به اتفاق اینا مربوط به بلوچستانه. ما با اینا رو شما مخاطب چی قرار میدید وقتی که باز نمی کنید، پس زمینه رو مشخص نمی کنید؟
نتیجه متاسفانه میشه اون درگیری و اختلافات قومی که بیشتر برای قدرت طلبی و مشکلات اقتصادی معیشت در بلوچستان حاکمه. اینا دردهاییه که تو این جامعه خوابیده، به اینها باید پرداخت. من هیچ مخالفتی با نظریاتتون ندارم آقا، تونستید بکنید، اما با کی بکنید؟ با کسی که رشد کرده، با کسی که تاریخ گذشته خودش رو که یک مقدار این جریانی که شما راجع به دوست محمد خان نوشته بودید و ارجاع داده بودید به یک کتاب افغانی بود فکر میکنم. ببینید من اعتقادم به اینه که اون تفکر منسوخ شده است. این نسل امروز آقای سربازی به والله نمیپذیره. من بیشتر از شما با این مردم سرکله زدم. من تو عمق گندمکان ایران شهر رفتم، من تو عمق شیرآباد رفتم، با بچه‌های 6 ساله و 7 ساله نشستم صحبت کردم. مشکلات خیلی زیاده. اصلا این چیزی که شما مطرح میکنید جاش نیست، پذیرش نداره، ذهنیت نداره این جامعه. شما دنبال سوادی نباشید، دنبال آگاه شدنی نباشید. عرض من تمام شد، در خدمتتونم. من برای شخص شما، برای مخاطبین که برنامه رو میبینن و برای بینندگانی که الان هم هستن دارن تماشا میکنن، من میرم از هم ریشه مسائل رو مطرح کنم، چون معتقدم همه این مسائلی که داره صحبت میشه همه اینها حاشیه هستن، ریشه نیستن. ریشه این مسئله از اینجا رقم میخوره که چرا ما دو روایت متفاوت داریم. چرا مثلا آقای جمشید جمع یا محمد بطا با حبیب الله بلوچ دو روایت متفاوت دارن؟ این از کجا شکل میگیره؟ زمانی میاد و من معتقدم تا زمانی که این دو روایت درک نشن و تا زمانی که اصل مسئله بلوچستان درک نشه امکان حل وجود نداره. ما برای اینکه راه حل ارائه بکنیم باید اصل مسئله رو اول شناسایی بکنیم. پزشکی که میاد یک بیمار رو، یک کبد رو، یک جسد رو دستش میدن، یک کالبد رو میگن بشکافش یا مشکل این بیمار رو در بیاره، هرچی اولین کاری که میکنه باید بره تست بگیره، بررسی بکنه که مشکل کجاست تا مشکل رو بیاد درمانش بکنه، براش علاج صادر بکنه که مشکلش حل بشه. مسئله اصلی بلوچستان اینجاست که ما یک کشور بودیم و یک ملت متفاوت هستیم. در قرن 16 هم، 17 هم، 18 هم، 19 هم ما یک کشور با مرزهای مشخصیم، کشوری که مرزهای اون از بغل جیرفت شروع میشن تا شهر کراچی و در و تمام کشورها پذیرفتن. من ده ها بلکه صدها نوع نقشه‌های علمی و کتب معتبر رو به ارائه کردم تو صفحه پیج من. همین الان دوستان قسمت هایلایت ها میتونن یه بخشش رو اونجا ببینن، بقیه‌اش ما با تفصیل در بخش‌های مختلفی هم پخش کردیم. اونجا بحث از اینجا شروع میشه که ما انگلیس میاد بخشی از بلوچستان رو در یک قرارداد نابرابر قاجاریه رو برای اینکه مرز ایجاد بکنه به قاجاری میسپاره. از اینجا چالش های ما شروع میشه. ما زیر سلطه قاجاریه با مشکلات عدیدی مواجه میشیم. بعد از اون دوباره در دوره میر بهرام خان و دوست محمد خان حاکمیت رو میگیریم، اما دوباره رضاخان پهلوی که فامیلش هم پهلوی نبوده، پهلوی بلوچی است در اصل، پهلوی رو فامیلش از پالانی تغییر داد به پهلوی. از اونجا اشکالات ما شروع میشه اساسا. یعنی آقای جمع مشکلات ما اصلا مربوط به جمهوری اسلامی نیست. ما در مورد جمهوری اسلامی ایران صحبت نمی کنیم. یعنی الان اگه صحبت میکنیم به خاطر اینه که طرف حساب ما جمهوری اسلامی ایران هم داره ما رو میکشه، ولی بحث ما مشخصا از زمان ورود به انگلیس و ایجاد مرز گلد اسمیت شروع میشه. اصل روایتی که ما داریم در مورد صحبت میکنیم و که چالش های ما آغاز شدن. اما بحث دیگر ما، یعنی گام بعدی ما، از زمانی که رضاخان میاد و دوست محمد خان رو و حکومت بلوچستان رو ساقط میکنه و مجددا اون حاکمیت از ما گرفته و از اون زمان به بعد مطلقاً همه سیستم اداری بلوچستان به درس غیر بلوچ ها میفته. و من اصطلاحی که استفاده میکنم اینجا سیستم فارسی است، یعنی در دست سیستم فارسی میفته داخل گیرمه.
این سیستم من اجازه یک کامنت رو من میدم، چند نکته اضافه بکنم بعد من خب اینها از مربوط به منطقه بلوچستان نیستن، زبانشون با زبان بلوچ فرق میکنه، فرهنگشون با فرهنگ بلوچ فرق میکنه، تاریخشون با تاریخ بلوچ فرق میکنه، مفاخرشون، افتخاراتی که دارن با افتخارات بلوچ فرق میکنه و سرزمینشون هم با سرزمین بلوچ فرق میکنه. همسایگان ما هستن، ما میتونیم با عزت، با صلح، با صفا در کنار این همسایگان عزیز با همدیگه زندگی بکنیم. اما همسایه من هیچ حقی نداره که خونه من داره. متوجهید؟ همسایه من با چه حقی اومده داخل سرزمین من، منابع رو داره میبره، ثروت معدنی من رو میبره، ثروت سرزمینی من رو داره میبره و من رو در فقر مطلق نگه می‌داره و بعد من رو به خاطر اعتراض به این مسئله میکشه. خب این تو چه همسایه؟ آیا میخوایی با من دوست باشی، صلح زندگی بکنی؟ این روشش نیست. روشش اینه که همین عزیزانی که الان در بلوچستان هم ساکن هستن، امثال شما، روی سر ما جا دارید، در کنار همدیگه با احترام، با صلح، دوستی زندگی میکنیم، ولی نیروهای نظامی همسایه ما باید از سرزمین بلوچستان خارج بشن، نیروهای اطلاعاتی امنیتیشون خارج بشن، نیروهای اداریشون باید خارج بشن. ملت بلوچ، فرهنگی بلوچ، تحصیل کردگان بلوچ سرزمین رو اداره بکنن و شما نقش ایفا کنید، روزنامه خودتون رو داشته باشید، بزنس خودشون رو داشته باشید، انعقاد قرارداد میکنیم با هم، زندگی صلح و دوستانه‌ای با هم داشته باشید. شما میتونید از همه امکانات بلوچستان بهره مند بشید، منتها به شرط اینکه این امکانات در دست خود مردمان سرزمین باشه و این حق اون حاکمیت ملی اونها بر سرزمینشون رعایت شده باشه. در غیر صورت اگه قرار باشه که شما، من منظورم هر زمانی که میگم شما، آقای جمع توجه داشته باشید، هر زمانی که من میگم شما، منظور من استعمارگر هست. استعمارگر چه کسی است؟ همه کسانی که دارن در بلوچ حکومت میکنن، منابع و سرزمینش رو دارن میبرن با خودشون و ما رو به فقر نگه داشتن و تمام کسانی که به علاوه اینها تمام ناسیونال، من مخالفت با این حرفای شما نمی کنم، اما میخوام یه چیزی به شما بگم. آقای سربازی، برای این تاریخی که شما دارید الان روایت میکنید، روایت های متفاوتی وجود داره. من تو همین زاهدان شاهد بودم. اجازه بدید روزی که شاه از ایران رفت 48 ساعت بعد، من این را همه روایت کردم، شاهد عینی این قضایا بودم. در ایران شهر که پا به رهنه ها اومدن، تظاهراتی کردن و جلو اون ژاندارمری سابق ایران شهر مسئله پیش آمد، کسی اسم اصلا تجزیه طلب کی بود؟ اصلا کسی فهم این مسائل نداشت، کاری به این مسائل نداشتن. عرض من اینجا اینه، خدا بیامرزه اون مولوی قمرالدین رو که همیشه ما رو به اسم پسر خطاب میکرده. من میخوام اینه به شما بگم، ببین عزیز من، آقای سربازی، آیا تو همه این مسائلی که شما دارید میگید فقط اینایی که لقب استعمارگر بهشون میدید فقط اینا مقصر بودن؟ نه آقای سربازی، من خواستم، ببینید اسم نمیخوام از کسی ببرم، من سازش کردم با قدرت. شما چرا اینا رو در نظر نمیگیرید؟ من سازش کردم با قدرت. الان در مکوران اون بحث توسعه‌ای که هست، آیا اینها از پیش خودشون بلند شدن اومدن؟ ببینید حرف من اینجا اینه، اگر پذیرش از سوی فلان نماینده، از سوی فلان گردن کلفت بلوچ نداشتن، به خدا نمی اومدن. ببینید شما، من سربسته دارم اینا رو میدم خدمتتون، البته از یادت هم ندارم ها. من دیشب یه مقاله خیلی تندی راجع به همین قضایا و تقسیم بندی ها متاسفانه قدرتی که دارن تقسیم میکنن و داشتم نوشتم که آقا ما از دست تو بریم آی بیجار، چون عموش هم دوره منه، به کی ما باید بریم شکایت بکنیم که آقا این چه انتخاب میکنه؟ شما دارید میگید آقا دست بلوچ بدن، منم میگم بله کاملا درسته، ولی از شما یک سوال دارم. تو این استان ما چند تا فارغ التحصیل علوم سیاسی داریم؟ چند تا فارغ
التحصیل جامعه شناسی داریم که بلوچ باشن و توانایی ابراز وجود بکنن، نه که درگیر بشن. بیان بگن آقا ما اینو میفهمیم. متاسفانه این کجاوه‌ای که روی یک چرخ داره راه میره، جای چهار چرخش به دست کسانی افتاده که سیری ناپذیرن. آقای سربازی دست بر نمیدارن، کنار نمیکشن، نمیگذارن نسل شما بیاد جلو. مشکل قضیه بلوچستان الان در حال حاضر، اگر این مسئله رو شما وام بکنید، من در مقابلش اینو به شما میگم آقا، یعنی ممکن نیست آقای سرباز شما ندونید من چی دارم میگم، قشنگ میفهمید. گفتم نمیخوام من باز بکنم، بحث سازش رو دارم. من اونایی که بیانیه 208 نفر و 210 نفر می نوشتن و خانوادگی امضا میکردن و میرفتن خودشون آویزون به ستونهای پاستور میکردن، امروز کجان؟ واقعا امروز کجا هستن؟ چرا نمیان بگن آقا این راهی که تو داری میری آقا اشتباهه، این دعوای نمیدونم ستاد پزشکیان و پایدارچی ها و این وسط آقای بیجار داری چی کار میکنی تو؟ ببین از یک جا بالاخره این قضیه باید درست بشه. ما میگیم آقا شما چرا سهم بلوچ‌ها رو کم کردید؟ از خود بلوچ‌ها هم بدبختی اینجاست. میبینم زنگ میزنن که آقا ما کی رو بگذاره؟ خب میگم آقا هیچ کس رو ندارید، نخبه ندارید، اون طرف هم نخبه ای نداره. بدبختی اینجاست. الان معاون سیاسی که گذاشتن تو یورستان چقدر فهم علوم، اصلا الفبای علوم سیاسی رو نمیدونه، ادامه دهنده دولت سیستمه. دولت هم که گرفتاری‌های خودش داره آقا با اومدن ترامپ. اینجا کسی دلش با حال این منطقه نمیسوزه آقای سربازی. و اینجاست که من به شما میگم آقای سربازی تو رو خدا به جایی که به این قضیه بپردازید بیاید به این از یک جا میگم شروع بشه. شما نگاه بکنید 10 تا مقاله من بر علیه فرماندار راست و سرباز برداشتم نوشتم که اون موقعی که گر مردم اونجا کشته میشدن شما کجا بودید؟ چرا صداتون در نمیومد؟ الان اومدن آقا رو برداشتن گوشن فرماندار ایران شهر. آقا اینا رو نمیبینید شما مگر؟ چرا روی اینا نمیاد کار بکنید؟ از یک اتفاقا رو یک شکل جمعش کرد. سوال خوبی است که شما فرمودید چرا روی این مسائل، چون اینا مسائل ریشه نیستن، اینا با مشکلات بلوچ‌ها حل نمیشه. چرا؟ اینجا عرض کنم خدمتتون، ما اساساً بلوچ تو بازی قدرت نیستیم. دو طرفی نشستن سر قدرت با همدیگه دارن دعوا میکنن، از بلوچ دارن میخوان که بیاد سهم یک طرف رو حمایت بکنه بدون که خودش سهم بده. من چرا بیان براش دل بسوزونم، براش بجنگم، براش مبارزه بکنم، براش حمایتش بکنم؟ چه فایده‌ای برای من داره؟ الان برای نمونه، برای اینکه موضوع بیشتر فهمیده بشه، من چرا میگم هی برمیگردم به اصل؟ به خاطر اینکه اساساً از انتخابات چه نفعی برای بلوچ اومده؟ ما که 80% 90% مشارکت کردیم تو انتخابات ها. مسئله کجا که ما تمامی بلوچ‌ها متحد شد از این که اتحاد بالاتر نیست که 90% در برخی شهرها 80% جمعیت بیاد مثلا به این نفر رای بده. بالاتر از این دیگه وجود نداره. در کجا یا گردید 90% میاد رای. ما 80% 90% اومدیم در همه دوره ها، مخصوصا از دوره خاتمی اومدیم رای دادیم. چرا وضعیت ما عوض نشد؟ کشتارها بیشتر شد و در حدی رسید تو خیابون ها ما رو به رگبار بستن، 400 500 نفر در یک زخمی و کشتن، تو خیابون انداختن و دوباره تکرارش کردن تو خاش، تو شمسر تکرارش کردن، دوباره همین مسائل. تمام مسائل شما میگید. من از فروردین 58 براتون فکر کنم نوشتم اینو، از فروردین 58 که یک دعوای بین بیرجندی ها و سیستانی ها بود،
اصلا بلوچا کاری به این قضیه نداشتن. من گفتم ما شاهد تاریخ هم دقیقاً بحث همینه. بلوچ تو قدرت نیست، به ما از ما فقط میخوان بیاین امضا بزنیم پای قرارداد قدرت اونها. ما چرا بیاین برای قدرت گرفتن بیرجندی و زابلی و فارس و غلا و غیره مثلا برای اونها امضا بزنیم؟ ما چرا تو قدرت نیستیم؟ ما حاکمیت سرزمین خودمون که تو قدرت سرزمین ماست، قدرتش باید مال ما باشه، حاکمیتش باید مال ما باشه، امکاناتش باید مال ما باشه. همه کسانی که در میکنن باید با رعایت قوانین بلوچستان زندگی بکنن. این پذیرفتن این اصل چرا سخته؟ ما میتونیم با صلح و صفا زندگی کنیم ولی با پذیرش حقوق ما. وقتی حق من هیچ حقی در زمین ندارم، رو فکر میکنید یه استاندار گذاشتن به خاطر اینه که به حقوق ما برسن؟ این کارگزار حکومتی است از نگاه ما. یعنی کسی که سیستمی هست اونجا بالا که سیستم فارسی است، یک کارگزاری که بهش اعتماد داره برای اجرای سیاست‌های خودش اونجا گذاشته. این کارگزار من بلوچ نیست که حاکمیت من بلوچ مجلس ملی بلوچستان اون رو گذاشته باشه که برای بلوچستان بخواد کار بکنه. لذا مسئله ما مسئله خیلی است، مسئله اصل حاکمیت ما بر سرزمین. یعنی ما از زمانی که بر سرزمین خودمون حاکم نباشیم همه این بحثایی که شما میکنید حاشیه هستن. هیچ تغییری تحول شما میگید مجلس بلوچستان کجاست؟ یک مثال به عنوان نمونه که از خود صحبت‌های شما میگید ایران شهر به شهری که اسمش هست پهره. چرا و چه این رو گذاشته ایران شهر؟ از چه سالی گذاشته شده ایران شهر؟ من بلوچ هنوز هم میگم پهره و در تمام اسناد تاریخی نوشته پورا پهره. چرا در این اسم به نام ایران شهر تغییر کرد و چه هدف سیاسی پشتش بود؟ بسیار مبارکی ناگفته نماند ها. اون ایران شهری که من به عنوان آقای جمع ببینید ادعای بحث شما گفتید که تجزیه طلبی، جدایی طلبی، باور بفرمایید خیلی محکم عرض میکنم خدمت شما، ما آزادی خواهیم. آزادی خواه به معنای این که ما به دنبال احیای مرزهای سال 1871 میلادی قبل از اون، نه به دنبال تجزیه ایران. چون اساساً ما هویت ایرانی که داریم در مورد صحبت میکنیم یعنی هویت فارسی، نه هویت بلوچی. چون الان شما با زبان فارسی میتونید رسمی است، ما به زبان بلوچی ما ممنوعه. شما موزیسین های ما وقتی موزیک بزنن به زبان بلوچی که در اون رگه های از هویتی باشه وزارت اطلاعات احضارش میکنه، ولی این مسئله رو شما ندارید. ما اگر از تاریخمون صحبت بکنیم که تاریخ ما رو به روایت خود بلوچ داره در سینه به سینه بیان بکنیم، به محض این رفت بزنیم با ما ممانعت میشه. پس من بر اساس اون ایرانی که در سال 1313 نامگذاری شد قبل از اون پرشیا بود، از اون زمان به بعد با این ادبیات کنار گذاشته شدم و ایران متوجهید؟ چون نمیتونم انتماء ایرانی داشته باشه، احساس ایرانی بودن رو نمیتونم داشته. ولی فرض بکنید که یک نظامی دست کم مثال بزنید، حالا فرض کنید یک کنفدرالیسمی قبول شده، مثل اینکه سوئیس کشور جدایی است، سوئد کشور جدایی است، آلمان کشور جدایی است، ولی با همدیگه اتحادیه درست کردن، با همدیگه کار میکنن، ویزا ندارن، پول یکی. آقای سربازی این بحثایی شما میکنید اصلا ظرفیتش نیست توی استان. من رد نمی کنم این حرف شما رو. اون شهروند سوئیسی، ببخشید حرفتونم بریدم، من کلی از دوستان من بچهای ما، بچهای بنچ در سوئیس دارن زندگی میکنن، در تماسن همشون با من، قربونتون برم. ما این پذیرش رو نداریم. ما سطح دانایی، اطلاعات، باورمندی نسبت به این آزادیایی که شما میگید که منم تایید میکنم، ولی نداریم، این زمینه رو نداریم. من اینا رو دارم به شما میگم. سوئیس کجا، من کجا که ببینید بارها من تو مطالبم نوشتم آقا مرغ همسایه رو دیوار شما رد میشه با شمشیر میای سراغ من. اما اگر یه سرباز بیاد 50 نفر شما رو برداره بره کلانتری، تو راه یک کدوم نمیپرسید که خب ما رو برای چی داری میبری تو؟ ما باید وکیل مثلا داشته باشیم، بزرگتری از خودمون داشته باشیم. اینا مشکلات ماست.
اینا رو شما بیاید آقا درست بکنید، از یک جایی ببینید، از یک جایی ساختار سازی بکنید برای توانمند شدن این جامعه. وگرنه با این شرایطی که شما دارید میرید جلو، مثالی یکی از این نویسنده های ما روزنامه‌نگارای سابقمون زده بود که من این راجع به آقای بیشار هم نوشتم که آقا با این ریش و پهشون به تجریش هم نمیتونیم بریم ما. این مشکل اینجاست آقای سربازی. شما رو با خدا یه مقداری روی این قضیه شما تمرکز بکنید، آقا زوم بکنید روی مسئله. ما با کی داریم صحبت میکنیم؟ چند درصد باسواد داریم ما و چند درصد از باسوادامون باسوادن. من ادعایی ندارم که آدم باسوادی هستم، نه، ولی جسارت، سواد باید جسارت داره، شجاعت میخواد. شما 40 سال، من معتقد بینم 40 سال سازش کردید، حالا بعد از 40 سال میخواید تو 48 ساعت میخواید همه رو بیدار بکنیم، نمیشه. اندک اندک، هیچ راهی جز این اندک اندک نیست جناب آقای سربازی، توجه بکنید، هیچ راهی جز این اندک اندک نیست. من بعد از 14-15 سال که برگشتم اومدم اون مستند رو بسازم، گدروسیا رو، اونجا تازه فهمیدم که چه اشتباهی کردم. اولین مخالفان من بلوچا بودن. بغض، کینه، بدبینی، عدم باور. آقا من اومدم خودم فدای بلوچستان کردم، با سازی هویت روی اعتقادات خودم و اون سناریو که من نوشته بودم، با سازی هویت خدشه‌دار شده بلوچ ایرانی و بلوچستان 400 دقیقه اون آقای شلیبر زنگ بزنی تهران، شاموشناس مشاور من بوده، یا آقای خدا رحمت کنه پیربخش ملازهی که دوست دوران جوانی من بوده، با اینها من اومدم قطعه به قطعه این کار اومدن درست کنم. ولی بعد دیدم که آقا اصلا داستان چیزی دیگه ایه. من عجب اشتباهی کردم، دلار آوردم کردم 1000 تومانی و فرو شدم تو این قضیه و هیچ کس پاسخ من نمیده که چرا این فیلم رو توقیف کردید. چون من دنبال ببینید تولید فکرم، نگاه من اینه، من میگم باید تولید فکر کنم، بیداری ایجاد بکنم، هویت سازی بکنم، تا اونجا که از دستم میاد با این ریش سفیدم این 4 سوای دیگر هم همین صورت میگذرونم. شما میگید دولت، آقا من بیشتر از شما شاکیم. 254 نامه من با 50 تا ویدیو با شدید و لحن‌ترین جملات برداشتم نوشتم، پاسخ ندادم. چرا پاسخ ندادم؟ آقای سربازی چون خاطرش، اون آقای استاندار قبلی خاطرش به جامعه جمع بود که کسی اصلا تو فکر این بحثا نیست که آقا من چی میخواستم بسازم، چی میخواستم بگم. بارها اومدم اینا رو تفسیر کردم و گفتم، جرأت نمیکنم. ببینید من توی مجموعاً اینستاگرام و واتساپ و نمیدونم تلگرام و یه مدتی هم که با تقریبا که زدن اونم هکش کردن، از کار خدمت شما که کانال دیگه هم داشتن، مجموعاً 12,000 تا فالوور دارم. اکثر فرهیختگان بلوچ زابلی فقط شنوندن، اظهار نظر نمی کنن. اینا مشکلاتیه که ما توی استان داریم. اگر بیراه من میگم حاشیه میرم، بگید آقا حاشیه داری میگی. بله من میگم شما آقا مخاطبت کیه آقای سربازی؟ با کی داری صحبت میکنی شما؟ حرف من اینجاست. حالا قجر به شما بد کرده، خب الان اصلاح کردید، دستتون درد نکنه، ممنون، خیلی هم خوشحالم از این رفتار بسیار متناسب شما. هم مشکل چای دیگه است آقای سربازی. دقیقاً مشکل ببخشید عرضم در خود بلوچ خدمت شما در پاسخ به صحبت شما که فرمودید تحصیل کردگان نداریم یا زمینه نداریم، اندک رو بریم و بحث اعتماد رو هم مطرح کردید. کارهای شما کرده بودید اعتماد.
در مورد بحث اساساً برای اعطای آزادی که حق یک ملت هست، یعنی همونطور که انسان به فردیت حق آزادی دارن، ملت ها اون حق آزادی دارن و این حق در سطح جهانی به رسمیت تحت حق تعیین بهشون اجازه داده شده و همه انواع کلونایزیشن و استعمار مقبول شده و از تمامی سیستم های استعماری تمامی امپراتوری ها خواسته شده که از دست بکشن از اون سرزمین هایی که در زیر سلطه خودشون گرفتن و حتی در کنوانسیون اگر اشتباه نکنم 14-15 ضد استعماری سازمان ملل متحد شما نمیتونید بگید که چون یک ملتی آمادگی و بسترهای لازمه رو هنوز نداره نباید بهش آزادی داده بشه، چون اساساً آزادی هیچ نمیتونه آزادی رو مخدوش بکنه، حتی همین بهانه، چون خود همین بهانه به عنوان موضوع استفاده گرانه برای ادامه سلطه و یعنی تسلط و استعمار ازش بهره برداری میشه که این هم محلیت نداره. نمونه میگم خدمت شما که مناطقی که با این بهانه ها در نهایت ازشون کنار زده شده و حاکمیت ملی خودشون رو کسب کردن، سرعت وسعت توسعه بسیار بالایی رو داشتن. مثالش کردستان عراق هست که همون دولت نیمبندی داره، یعنی که از موفق شدن بعد از در حال چالش های زیاد از صدام حسین این رو بگیرن. حالا این به مدت تقریبا 20 سال یک اندیشمند آمریکایی کتابی نوشته، یک سفری رفته بود مثلا به اربیل 20 سال قبل، بعد از اون 20 سال بعدش دوباره یک سفری میره به اربیل، یک کتابی نوشته به نام معجزة الکرد، زبان عربی کردی هم نوشته شده، به عربیشو من خوندم. معجزة الکرد یعنی معجزه کردها. منظورش از این کتاب معجزه کردها اینه که من وقتی اومدم بعد از 20 سال تحول شده بود، توسعه یافته بود، پیشرفت کرده بود، مالهای آنچنانی، آنچنانی، تحصیلات آنچنانی، رشد آنچنانی در سطح توسعه آنچنانی که من این کلمه بهتر از کلمه معجزه نمیتونم برای استفاده کنم. چرا؟ علتش اینه که اون حاکمیت سیاسی بالادستی ما بهش میگیم استعمار از سر اونها برداشته شد. وقتی اون برداشته میشه، اون ملتی که دلسوز هست برای سرزمینش و هنوز حتی آمادگی سیاسی رو شما میگید در اون دوره حتی اونها هم به اندازه کافی نداشتن، اون تحصیل کردگان کافی که در علوم‌های سیاسی 500 نفر رو شاید نداشتن، حتی 10-20 نفری شاید داشته باشه، اون داشتن، اما موفق شدن با دلسوزی، با استفاده از منابع سرزمین برای خودشون، با وجود تمامی چالش، با وجود تمامی مشکلاتی هم که داشتن، یه نمونه موفق رو عرضه بکنن که الان ازش در منطقه به عنوان دوبه دوم یاد میشه. همین کشورهای عربی همسایه ما که حاکمیت سیاسی خودشون رو گرفتن، به توسعه و رشد و رفاه رسیدن، پیشرفتشون قابل رشد هست. سرزمین بلوچستان اهم از لحاظ پتانسیل انسانی همین آنش بسیار رشد کرده. ما 10ها تحصیل کرده داریم که این تحصیل کردگان ما دارن گازوئیل کشی میکنن یا کار گرفته نمیشن، فقط با یک شرط که شما اصل تمامیت ارضی، ولایت فقیه فلان رو بپذیرید، بر اساس قانون ما و برنامه ما عمل بکنید، ما شما اجازه میدید. من افرادی میشناسم در برخی از ادارات دولتی با مدرک دکترا زبان بلوچی، با تخصص چندین زبان متبحرن، اما زیر دست یک دیپلم دارن کار میکنن. این اشکالش کجاست؟ اون آقا این آقا با تمام مدارک تحصیلی داره، اجازه رشد بهش داده نمیشه. پس ریشه اصلی مشکل دوباره برمیگرده به اینجا که یک گروهی از جای دیگر دارن به ما میگن چطور زندگی بکنیم. اگر این گروه بپذیره، اگر اینها بپذیرن با صلح، با دوستی، با محبت، با رضایت، مثل
ها در نهایت بعد از چالش های حالا زیادی کنار کشیدن و رفتن، هندوستان تبدیل شد به اقتصاد برتر جهان، که قبول بکنن که برن کنار. انگلیس الان با هندوستان یک قراردادهای تجاری آنچنانی داره. بحث منحرف شد. شما روی اقلیم داشتید صحبت میکردید، روی اقلیم کردستان صحبت میکردید، بحث منحرف شد، به جای دیگه کشیدید. آقای سربازی، شما اقلیم زندگی کردید، رفتید، یعنی اونجا ساکن شدید؟ من سوالم این از شما. سوال امنیتی است. نه، من میگم اونجا رفتید یا نه؟ من رفتم. بله. پس اگر رفتید اون شکاف طبقاتی رو به مقرات دوستان کرد رفتم، از نزدیک در شهرهاشون رو دیدم، وجب به وجب خاک کردستان عراق رو از بالایش بگیرید تا از مرز ایرانش بگیرید تا مرز ترکیه شو، من وجب به وجبش رو گشتم و با مردمش تعامل داشتم. سوال من برحال منظور که شما الان شکاف طبقاتی که در اونجا حاکمه واقعا قبول دارید اینو؟ شکاف فقیر و غنی که فریاد داره میزنه تو اقلیم، از روستاش بگیرید تا شهر، اختلاف سلیقه‌ای که بین حاکمانش هست. آیا از بچه‌های بارزانی از کنم خدمت شما که بچه‌های اون چیزم که معروف به دایی بهش میگفتن، خدا رحمت کنه فوت کرد، اونم از یک طرف. من آقا سرگم، کرد، ترک، بلوچ، توجه بکنید چی دارم میگم. من اقلیم کردستان رو که اون موقع هنوز جدا نشده بوده، میدونید دفعه اول با کی رفتم؟ با عیسی خان مبارکی خدا بیامرز، مردی که امنیت یوستان رو از زاهدان تا مکوران، شما تاریخی برای من تفسیر نکنید آقا تو رو خدا، که اینا رو من با بدبختی در آوردم، نوشتم، گفتم، فقط به جایی نرسیده. با 10 تا دونه کریک، 4 تا دونه شتر، 2 تا دونه موتور لکنده امنیت برقرار میکرد. اینا رو من خوب میدونم، بهتر از شما. گوش کنید، من با مردانی که بلوچستان نشستم بلند شدم، اینه امان خان ریگی، حتی زمانی که شهردار بود در آبادان که با پدرم به دیدارش رفتم، آقا این از دیگه نیست. آقای سربازی، حرف من اینه، من میگم آقا تولید کنید، به وجود بیارید. اگر به وجود نیارید میشه داستانی که الان سر مرزاریم. آقا دیگه هر کسی بالاتر که من میشتم توی یک لایگام گفته بودم که آقا من تو مناطق مرزی سمت پیشین و دشیاری، آقا من دختر بچون دیدم با 15 سال سن، به والله علنا گفتم، فریادم میزنم اینو، که انگار خداوند قلم و چکش برداشته صورت این بچه رو تراشیده، اینقدر زیباست. اما آب برای شستشو نداره، باید مرد. چه کسی شرایطی رو براش فراهم، چطور به همچین کسی؟ نمیدونم. من واقعا میگم به خدا وقتی حرفا میزنم گریم میگیره. اینا هموطنای منن. من دلیل اینا هموطنای منن. صحبت ببینید، شما میگید که تولید بکنید، شما میگید که اندک اندک رو برید، اندک اندک جلو رفتن. ما داریم اندک اندک رو میریم، یعنی برای رسیدن به آزادی خودمون مرحله به مرحله داریم آگاهی رو توسعه میدیم در داخل بلوچستان، ولی هدفمون در نهایت اینه که بلوچستان حاکمیت خودش رو داشته. یعنی ما اندک اندک داریم میریم به اونجا برسیم، اما این رو نمیتونیم بپذیریم که اصلاح طلبی یا اصولگرایی بیاد، یا نمیدونم شاهی بیاد یا آخوندی بیاد. برای ما اینها از نگاه شما ممکنه باشه که خب یعنی اصلاح طلب میاد یا اصولگرا یا سلطنت طلب بیاد یا فلان. من چون کلیپایی که از خود شما هم دارم نگاه میکنم، ناسیونالیست فارسی، متوجهید؟ شما باور دارید هیچ واهمه گفتن حرفا ندارم. شما هیچ واهمه سخت ایرانگرایم. پهلوی رو تایید میکنید، رو یکی از افتخارات ایران میدونید. از نگاه ما بلوچ
بلوچ ها رو کشت و جانب قهرمان ها، قهرمان آقای جمع قاتل. نکته بعدی این که محمد رضا پهلوی شما تایید کردید، محمد رضا پهلوی قهرمان شماست اما قاتل من. من قاتل تایید من نکردم. نه من تو بحث‌های فرهنگی، تو گفتگویی که با آقای دکتر مجاهد دارم حتی ببینید و گذاشتم کلیپاشو، فیلم ها رو گذاشتم، اینا رو من از نظر من آدم بسیار تایید شده من تو بلوچ‌های سروان استاد دانشگاه هم هستن دیگه. ببینید اون امکانات فرهنگی که فراهم کرده بود، من دست نوشته دارم از کسی حالا بماند ادعایی. ببینید در بلوچستان از سال 50 به بعد که من شهردار شرکت محک بودم، بارها از من پرسش شد که آقا اون شرکت چجوری تونست این پروژه رو تموم بکنه؟ گفتم چون دزد نداشتیم ما. بنده 40 روز کار میکردم، 10 روز به هر جای دنیا که میخواستم با هزینه خود شرکت میرفتم، برای اینکه بعد از 40 روز بازدهی منو میومدن بررسی میکردن. گوش کنه چی میگم. هر اینجای خدا بیامرزه اون شیخی داشتیم، شیخ پارک بهش میگفت، شیخ علی بخش، یک روز جلوی کشفی رو گرفت، سنتور کشفی، که آقا من یخچال میخوام. ببینید تو جاده ای نبود اون زمان، ما با هواپیما تهران میرفتیم یا از شیراز میومدیم چابهار، از تو رودخونی سرباز بود رد میشدن مردم. من میخوام اینو به شما بگم که وقتی که جاده درست شد 2 تریلیون یخچال نفتی فرستاده بوده، که خیلی شاهد این قضیه از قدیمی ها که زنده باشن در چابهار، این مرد یک دونه رو برد خونش، یک دونه رو، بقیه رو بین مردم رفت تقسیم کرد و ما شاهد بودیم اینا رو. الان این جنس رو نداریم ما تو بلوچستان. حرف من اینجا اینه، رحم نداریم، مروتی نداریم، قربونتون برم. فقط قدرت، وصل شدن با قدرت به هر قیمتی. خب منم که در رأس حاکمیتم تو این استان، از خدامه باید که ملت رو باشم. توجه بکنید چی میگم، از خدامه. پس شما معتقدید اصلی مشکل از خود بلوچ‌ها؟ نه ببینید من یک تصمیم سوال دارم. یه سوال جان. تصور بکنید که حکومت دوست محمد خان بلوچ ادامه داره، هنوزم ادامه داره. در حال حاضر آقای جمشید جمع در شرایطی دارن در بلوچستان زندگی میکنن که این حکومت تداوم داشته و همچنان بلوچ‌ها در این سرزمین حاکم هستن. به نظر شما ما در همین وضعیت الان خودمون می بودیم، یعنی الان در این شرایط بودیم، یا وضعیت شاید اگر نگم 100 برابر بهتر؟ ببینید گفتم تاریخ بلوچستان متاسفانه بعد از انقلاب لایه شد، هر کسی به سمت طایفه خودش تاریخ کشید. گوش کنید، به سمت منافع خودش کشید. سال 1307 شما دارید در مورد سال 1350. نه من اون 1307 هم کاملا باز میگم من چون بیشتر با کار دوربین و تفسیر و اینها روبرو اصلا که توی همین چیز من اونجا من اومدم این قضیه رو 1307 رو مطرح کردم که با چه ترسی مردم زمانی که اون سرتیب چیز رو عوض کرده رضا شاه و که دخترش هم داد به ریجیای خاش، به هوشنگ خان داد. ببینید مردم وقتی نظامی ها رو دیده بودن، ببینید چه ذهنیت چی بگم، ذهنیت وحشتناکی از نظامی ها داشتن که فکر آقا برای جریان شناسنامه اینا سر به بیابون گذاشته بودن. چرا؟ اینا شما میدونید، اینا شما میدونید. ببینید ذهنیت وقتی که از نظر فرهنگی زشت باشه، بد باشه، یه همچین چیزی پیش میاد.
ولی آرام آرام. مشکل دقیقا همین است جناب آقای جمع. ما چرا جانم بر سرزمین و استقلال و آزادی خودمون باور داشتیم و می‌خواستیم شناسنامه ایرانی بگیریم؟ ما شناسنامه اجازه بدید اون زمان کسی فهم شما رو نداشته. اگر داشت یه جایی ثبت می‌کردن، همچین چیزی نبوده. قربون برم. همون زمان داشتم پدر بزرگ همین حرف رو به من میزد که میگفت که شناسنامه آورده بود به ما بدن، ما شناسنامه رو قبول نمی‌کردیم. سرزمین و حکومت ما بود، ما قرار نبود زیر سلطه پهلوی‌ها زندگی کنیم که از بیرون اومدن فارسا. ما به خاطر همین بیگانه قبول نکردیم. آقای سربازی آدم فرهنگی بودیم شناسنامه قبول کردیم؟ این چه حرفیه؟ ما دوست محمد خان در سال 1303 هجری شمسی دنبال مدارس نوین بلوچستان بسازه. ما آقای اسحاق پهلوی در سال 1300 دنبال مدارس نوین بود. سال 1313 یعنی 10 سال قبل از لبنان. شما باید بدونید دیگه اینا رو، اگر تاریخ خوندید باید بدونید. من یعنی بلوچ ها فرهنگ ندارن، عقب مانده هستن، فرهنگ مطالبه ندارن. من میگم خیر ما اتفاقا خوب میدونیم چی میخوایم. مسئله اصلی و مشکل ما خیلی خوب میدونیم مشکل اصلی ما چیه و خیلی خوب میدونیم که اون کسانی که دارن ما سلطه دارن همه زبانشون یکیه، فرهنگشون یکیه، هویتشون دیگه، ما زبانمون یکی دیگه است، فرهنگمون یکی دیگه است، هویتمون یکی دیگه است. اگر ما میخوایم با صلح و سازش با هم زندگی بکنیم، راهش اینه که همسایه هم بشیم. راهش این نیست که یکی بر بالای دیگری حکومت بکنه. این مسئله ریشه بلوچستانه. تا زمانی که جمشید جمع فکر بکنه که من بی فرهنگم، به خاطر همین نرفتم شناسنامه نگرفتم، من نمیتونم با آقای جمشید جمع دوست باشم. آقای سربازی الان همین داوری شما رو، همین نگاه شما رو واقعا اگر شرایطش باشه ما به رأی بگذاریم از این جمعیت زیر 2 میلیون نفر بلوچستان، 1,600,000 نفرن، فکر میکنید چند نفر به این نگاه شما رأی میدن؟ جالب. من حرفم اینه. من الان بهتون پاسخش رو میدم. از صحبت‌های صادق زیبا کلام رو گوش می‌کردم همین چند روز پیش، یک کلیپی رو داشت می‌کرد، میگفت که همین در پاسخ سوالش میگفت جمهوری اسلامی در ابتدای انقلاب که بالاخره کردها موفق شدن که منطقه کردستان رو در دست اختیار بگیرن، کل صحبت بود که اینها نماینده مردم نیستن، مردم اینها رو قبول ندارن، اینها به زور اومدن اینجا حاکم شدن، ما باید بریم اونجا بر مردم حکومت بکنیم. مسئله چی شد؟ مثلا حزب دموکرات کردستان اومده بود نماینده معرفی کرده بود، 10 تا از 10 تا نماینده که حزب دموکرات همون 10 تا رفته بودن، هیچ کدوم که با حکومت نزدیک بود نرفته بود به انتخابات. قدرت سیاسی یعنی. نکته بعدی، همین الان در اپوزیسیون اون کسانی که میخوان دیدگاه و نظریات واقع گرایانه ما رو رد بکنن، میان چی میگن؟ میگن نه ما در درون جامعه هیچ گونه جایگاهی ندارن، مردم اینا رو قبول ندارن، اگر همچین رأی گیری باشه بهشون رأی نمیدن. مردم رو ببینید در فلان رسانه نوشته که همین الان من یک کلیپ صفحه خودم پخش کردم که یه 7 تا وایسادن میگن از عقابات، نه میگن درود بر خامنه‌ای. شما قطع وصل میشه، میگه صدا رو خود کم بکنید، من یه مقداری صدا رو کم بکنم بعد. آره من از نگاه ناسیونالیست ها غیر ملت ها همش حرفشون این مردمان گفتمان اینها جایگاهی در بین مردم نداره و گفتمان ما جایگاهی در بین مردم داره. مردم خودشون رو مثلا یه ایرانی آنچنانی ناسیونالیست میدونن و هیچ کس خودشون مثلا بلوچ، ترک، عرب، کرد، لرد نمیدونم غیره با اینجوری هویت سازی نمیکنه. ولی من قاطعانه خدمت شما میگم، قاطعانه میگم که اگر زمینه یک نظرسنجی یا یک انتخابات یا یک بله و خیر در مورد این مسائل در درون بلوچستان اجرا بشه، اون وقت شما خواهید فهمید که اکثریت مطلق به این مسئله رأی خواهند داد یا نه. این که نمیدونم
شاید مطمئن من باشید، اشتباه یعنی میکنم. شکی در این مورد این مسئله نداشته باشید. همین الان تمامی در مورد ترامپ میگفتن که نه این رای نداره، صحبتی هم نداره، کسی هم حرفشو قبول نمیکنه. دیدید که همون استانهایی که همون ایالتایی هم که مال دموکرات بودن چطور رای آوردن. مسئله اینه که شما در اصلی شما با افرادی میشه این چالشی ما داریم. من علتشو میگم که چرا شما با این مسائل مواجه نمیشید. مردم این حرفها تجزیه طلبانه شمرده میشن در داخل واسه و همین خاطر تحصیل کردگان ما از ترس اینکه مورد قضاوت قرار نگیرن، مردمی که شما باشون مواجه میشید یا به وارد ادارات میشن از ترس اینکه زندانی نشن، از ترس اینکه مورد خشونتی قرار نگیرن، اشکالی و هر چالشی که پس مواجه نشن، تلاش میکنن همیشه برای رسیدگی به مشکلات خودشون بیان بگن که ما مگه خودتون نمیگید ما ایرانی هستیم، خب چرا به ما حق نمیدید؟ متوجه این ادبیات با این روش لحنی که بیان میکنن سوء تفاهم ایجاد کرده. شما ولی اگر به محض اینکه یک نظرسنجی عادلانه در اونجا شکل بگیره که با نظارت درستی باشه، واقعیت رو خواهید دید. من یه زمان خیلی زیاد شد بعد نمیتونیم دانلود کنیم یار ما. یک سوال از شما دارم آقای سربازی، بحثم سر تضاد هاست. شما الان با دوستان دیگه ای که در خارج از کشور دوران تبعیدشون دارن میگذرونن، آیا واقعا میتونید همتون، شما آقای بولیده‌ای، اون رفیق قدیمی ما آقای دوشوکی، آیا واقعا میتونید دور یک میز بیاید بشینید؟ بله حتما چنینه. مطمئنن ما در سر مسائل ملی خودمون متفق القولیم، اما دیدگاه ها بالاخره انسان ها همه اینجوری هستن که دیدگاه ها کوچکی در بخش مگه چند نفر شما در خارج از کشور؟ شما الگوهای مردم این استانید، چرا نمیتونید کنار هم دیگه بشینید؟ ما عرض کردم خدمتتون تسری بدید در جامعه بلوچ سیستانی همینجور. آقا کسی فکر نکنه که سیستانی ها مغولیا رو آب کشیده هستن. نه آقا، این بدبختی اونجا هم حاکمه. ببینید در مورد مسائل داخلی ما هر چقدر نظر و دیدگاه متفاوتی داشته باشیم که این بسیار طبیعی است. در همه جای دنیا انسان ها دو نفر که خواهر و برادر باشن، دو تا برادر باشن، دیدگاه متفاوتی دارن با هم دیگه، دیدگاه مشابه با هم دیگه ندارن. اما ما در مورد مسئله ملی خودمون، در مورد سرزمین خودمون هممون متفقیم. شما همین حرفایی که از من شنیدید رو اسم کسانی که گرفتید برید ازشون بپرسید، مشابه با همین حرفا در مورد تاریخ بلوچستان، در مورد زبان بلوچی، در مورد هویت بلوچی، در مورد این چیزا یک چیز رو میشنوید. حالا اینکه میگه نه راه حل رو مثلا یکی میگه فدرالیسم باشه، یکی میگه کنفدرال باشه، یکی میگه نه ما استقلال داشته باشیم، جدا باشیم. اینا راه حل های متفاوتی هستن که ارائه میشه، اما هیچ کدوم از این گروه ها در نهایت این حرف رو نخواهند زد که ما میخوایم زیر حکومت دوباره گروه های ملت های دیگری باشه. ما میخوایم خودمون حاکمیت خودمون داشته باشیم. در این متفق القولم. به این شکلشو که شما دارید میگید هیچ کسی آقا نمیپذیره که زیر سلطه کسی باشه. خب ما همینو میگیم دیگه. فارس ها که نمیپذیرن این مسئله رو. اونا تا آخرین لحظه برای اینکه از این عسلی که دارن میخورن و خیلی هم داره کیف میکنن و ما تو فقر هستیم، اینو که نمیخوان ولش بکنن. اونا ما رو میکشن و میگن این عسل رو ما بخوریم، ما نمیدیم شما بلوچ ها بخورید. بابا مال منه، تو سرزمین منه، این بچه‌ای که الان شما گفتید فقیره مال اینه. میگه نه مال همونه که زور داره. خب اون با زور اون عسله رو برداشته داره همینجور لیست میزنه و میخوره، اون نمیخواد تحویلش بده. راهش همینه که بالاخره این مردم متحد بشن، هر طور مونده ازش بگیرن دیگه. آقای سربازی، مایل هستید این بحث رو ادامهش بدیم ما در هفته دیگه، چند روز دیگه؟ بله چرا که نه، مسئله نیست. من تنها صدای ملی شما هستم در بلوچستان. خوب توجه بکنید، هیچ کسی دیگه جرأت این که بیاد رو در رو با شما بشینه و پیه همه چیز به تنش بزنه. من گفتم بیماری خیلی سختی دارم، اسم نمیخوام ببرم، شرم‌آوره. نهایتش اینه که آقا امشب بتا میاد بازاش میشه 3 روز، بارها گفتم 3 روز
تموم میشم، یه خدمت بزرگی بزنه بچه‌ام میکنن حداقل که از دست من رها میشن. میدونی چرا؟ برای اینکه با افتخار اینو میگم، با افتخار میگم من یک قاشق از سفره انقلاب نخوردم آقا، حقوق بگیرم نیستم، بازنشستم نیستم، یک برگ بیمه هم ندارم، اما رو اعتقاداتم محکم ایستادم، رو اعتقاداتم محکم ایستادم و خیلی از این نگاه من وحشت دارن، اصلا فرار میکنم، فامیل خودم آقا خدا بیامرزه بشیر احمد ریگی رو، 2 ماه قبل از فوتش من جون آباد بودم، بچگی با بزرگ شدم، من خیلی قبول داشتم، فدایی بود، فدا کرد خودشو. 2 ساعت من باش گفتگو دارم و ضبط کردم، یعنی ثبت کردم این مسئله رو. 2 ماه قبل از اینکه فوت بکنه این مرد و خیلی کسای دیگه. یکی از ایرادایی که من گرفته بودم که شما چرا با کارشناسای دولتی ننشستی صحبت بکنی؟ گفتم آقا اگر من این کارو میکردم که کسی دیگه به من نمیگفت جمع. من نشستم با عبدالسلام بزرگزاده نشستم به صحبت کردن که به والله با همه ایرادی که بهش میگیرن و تهمتایی که بهش میزنن بهترین گفتگو رو من انجام داد. این بحث مقصر بلوچ‌ها که شما میگید، من با 3 تا 4 تا از عزیزای بلوچ‌مون نشستم به صحبت کردن، تقسیم کردیم آقا روحانیون بلوچ چقدر تقصیر دارن، تحصیل کرده ها چقدر تقصیر دارن، دولت چقدر تقصیر داره و چه باید بکنیم با این. به صراحت تو اون گفتگو آقای بزرگزاده میگه آقا این مرز رو بسپارید به ما، اون پولی که شما دارید میدید نمیدونم به حسن نقی تقیب بدید به خود ما، اگر نتونستیم مرز رو کنترل کنیم بعد یکی که ما رو بگیره اعدام کنید آقا، میگم از سند میارم این براتون. خب من میخوام بگم بهتون که این نگاه بسیار زیباییه، حالا هرچند جناب هم توجه نمی‌کنه. من عذرخواهی میکنم جواب کلام تو گرفتم، ولی انصافاً چه کاری داره که ملتی که خودش دلسوزتر هست اداره کنه؟ چه اشکالی داره؟ ببخشید جان نداره. ما واقعا دلسوز نمیخوایم، یعنی ما خودمون دلسوز هستیم. وقتی خودمون دلسوز سرزمین خودمون هستیم، توانایی این کار هم داریم در سرزمین خودمون و میتونیم هم نمونه موفق تری رو هم نشون بدیم، چرا نباید این حق رو داشته باشیم که سرزمین رو اداره بکنیم؟ و چرا باید یک کسی دیگه برای ما تصمیم بگیره که ما چطور زندگی بکنیم، چطور اداره بکنیم؟ میدونید این اشکال اصلی من و بحث اصلا ناسیونالیستی من هم قول گرفت آقای مهدی جلالی هم میگفت که بحث من دیگری نیست. در نهایت الامر یعنی این ما هستیم که مسائل رو بهتر میدونیم، بیشتر میشناسیم، درک میکنیم، میتونیم. الان مثلا در بلوچستان شرقی اونجا هم یه نوع فدرالیسمی رو دادن، یه گورنری وجود داره که از مال پاکستان اونجا گذاشتن، ولی نخست وزیر و پلیس و یه چیزایی دادن، ولی شرایط عوض نشده چون منابع اون سرزمین برای دست بلوچان نیست و برای توافقات، برای قراردادها هیچ حقی بلوچ اونجا نداره. برای آقای سردوستی باز من بلوچ کردن، با کامنت که دارم میذارم میخونی یا نه؟ من بلوچ کردن، سنی کردن، اعدام من دارم میکنن. شما ببینید ما با این بدبختی رویم آقا. ما در بلوچستان، من و همه این کسانی که بالاخره اینجا ابراز هواداری میکنن از گفته هایی که من دارم میگم، اگر خدای نکرده برای آقای جمشید جم مشکلی پیش بیاد که شما چه انسان عزیزی هستید، منصف هستید، به هر حال تلاش دارید که با وجود اون دیدگاه متفاوتی که دارید حرف بزنید، گفتگو بکنید و برای ما گفتگو با ارزشه. ما اصلا در گفتگو رو نبستیم، ما از شما حمایت خواهیم کرد، در کنار شما همونطور که در کنار آقای حمید گمشاسبی، حاجی حمید گمشاسبی سرداری ایستادیم. یعنی هر قومی ما در کنارش میستیم، چون ما اساسا بلوچ‌ها باهوتی دارن. یعنی در فرهنگ ما شما آقای جمشید جم الان باهوت ما بلوچ‌ها هستید، یعنی ما از شما در مقابل کسانی که از بیرون شما اومدید پذیرفتید این مسئله رو که اینجا حاکمیت ماست و گفتید به من پناه بدید. ما وقتی به شما پناه دادیم، آمریکا با بمب‌های هسته‌ایش هم بیاد ما باش می‌جنگیم به خاطر یک شخص شما. این در فرهنگ ماست، متوجهید؟
ما اینجوری بزرگ شدیم، این رو از پدران ما به ما گفتن و اونام از بالا شنیدن و ما با این فرهنگ رشد کردیم. ما معیارکردی داریم که حمایت میکنیم، اما به شرطی که این رو قبول بکنه که این سرزمین منه و به شرطی که قبول بکنه اینجا حاکمیت منه. اگه قبول نکنه که اینجا سرزمین ماست و حاکمیت ماست و از نگاه بالا به پایین با ما صحبت بکنه، ما اون فرد رو هم در اون کاتگوری میگذاریم که بهش میگیم استعمارگر، چون مؤید استعمارگره. من یه مثالی میزنم. انگلیسی ها در هندوستان با آقای مثلا گاندی یک گروهشون سمپاتی داشتن، یعنی روزنامه نگار بودن، تحصیلاتایی بودن، سمپاتی داشتن، میگفتن آقا گاندی حرفش حقه فلانه. در وقتی بحث به مسئله سیاسی میرسید همون نظریه رو تایید میکردن که انگلیس در هندوستان داشت، نه اون نظریه که خود گاندی میگفت. یعنی گاندی رو بر اساس حامی انسانیش بودن، حقوق انسانیش، اما حامی حقوق سیاسیش نبودن. از نگاه ما کسی که حامی حقوق انسانی ما باشه انسان محترمی است، روی دو چشم ما جا داره، ولی این فرد همچنان در چون کاتگوری میگنده که با روایت حکومت وایستاده و روایت ما رو نمیخواد قبول بکنه در سرزمین خودمون. به باور ما هر کس که این روایت و اندیشه ما رو بپذیره ما حاضریم براش جون بدیم تو سرزمین خودمون. ما ازش حمایت می‌کنیم، در کنارش بیستیم، براش یعنی هر هزینه‌ای که لازم باشه میدیم، ولی به شرط اینکه در سرزمین ما حاکمیت ما رو بپذیره. ببینید تعریف داره این حاکمیت ما رو پذیرفتن. گفتم نمی گنجه تو این یکی دو ساعتی که ما یک ساعت خورده شد الان صحبت کردیم. آقای سربازی، من واقعا میگم با این آرامش که در شما دیدم هیچ مشکلی ندارم که با این گفتگو رو ادامه بدیم اگر شما میل داشته باشید، البته با موضوعات مشخص، زمان مشخص، که اگر دوستان دیگه بپیوندن من اعتقادم اینه که بکشیم میره تو یوتیوب. توجه میکنید؟ گفتم از یک جایی باید این قضیه، این گفتمان باید آغاز بشه. بله. حالا من با تجربه ای که دارم، بالاخره با داده هایی که دارم، ببینید کامو گذاشتم وسط، اومدم امشب با شما شروع کردم به صحبت کردن. قبلا براتون نشون گفتم تابو شکنی کردم من، هم شما هم من. آقا حبیب الله سربازی از تو یه قولی ساختن. ببین چی دارم میگم، یه قولی. نه آقا اینه، این حبیب الله سربازیه. توجه میکنید؟ برای هر گفتگوی آماده ایم، برای هر جا. اصلا هم خشونت طلب نیستیم. همین روایت های دشمنی که داره در مورد ما تزریق میکنه. اتفاقا برعکس ما واقعا خواستار خوب محترمانه از داشته باشه. چرا ما باید توی یعنی فقر زندگی کنیم؟ چرا من باید مثلا تو غربت زندگی کنم؟ چرا باید بقیه شما نمیدونید این روایت تو بلوچستان داستان هزاران رنجه، داستان هزاران رنج. من روزانه برای من پیام میاد، روایت های فقرشون رو بیان میکنن و مشکلات و چالشاشون رو، بسیارشون کمک میخوان، ولی آیا این راه حله که ما فقط کمک رو که خیریه‌ای بکنیم؟ بیس کاری که الان این آقایون بلاگرها دارن میکنن یا اینفلوئنسرها، خیر من خیلی وحشت عزیزم. اگه تو دنبال کمک هستی، دنبال نمیدونم کمیته امداد و بهزیستی و حبیب الله و فاین و فلان نباش. ثروت تو همون دریا و ثروت تو همون گنج معادنته، اون طلای، اون منگنیزیم، اون مس، اون نمیدونم هزار تا امکانات دیگه، اون ثروتته. بیا اینو بگیریم با هم دیگه برای توسعه سرزمین بلوچستان هزینه بکنیم، به جای اینکه من دنبال تو باشم که 2 لقمه نون به من بدی، تو دنبال من باشی 2 لقمه نون بهت بدم. تا کی قرار اینجوری زندگی بکنیم؟ بیایید با هم کنار هم وایسیم، حق خودمون رو بگیریم. این اصلا به دهانشون خوشی اومده، دارن میخورن، به ما نمیدن، مال ماست، ازشون بگیریم دیگه. امکانش نیست این چیزی که شما دارید میفرمایید. برای اینکه اون کسانی که باید این کارو بکنن سازش کردن، سازش میکنن، فرصت طلبن، سیری ناپذیرن و از جنس خودتن قربونت برم. مشکل فکر من اینه فقط، چون من اینجا شاهدم دارم میبینم دیگه قربونت برم. مشکل اینه. اتفاقا وقتی که نگاه میکنید به این مسئله، شما به یه سری آدمایی نگاه میکنید که یک سن مشخصی قرار دارن، تو یک فضای امنیتی وجود دارن، هم فضای امنیتی
همون سن و همون شرایط و همین از اونها شرایطی ساخته که برخی از مسائل رو نمیتونن بگن، ولی این نسلی که پای اینجا داره کامنت میگذاره و هزاران نفری که دارن پرچم بلوچستان رو تو خیابونها بلند میکنن، شعار کردن مردم. اینها هستن که انقلاب رو شکل میدن، نه اون کسانی که در یعنی شرایط آسمانشون سختشون بسته است و اجازه به واژه انقلاب نبر آقای جرباطی. واژه انقلاب یه امر منسوخ شده در دنیا. ما دنبال آزادی هستیم، ما آزادی با من صحبت می‌کنی از اسم از انقلاب نبر، چون تمام بدن من زخم با این کلمه، تمام بدن من زخم کردید، مشکل براتون ایجاد شده. ولی این بیم اونجا جنگ اون نبرد در واقع دو گروه یعنی فارس با همدیگه بود، از من بلوچ خواستن حق اونها رو حمایت بکنم. به خاطر همین اون انقلاب ما نبوده، انقلاب شما بوده. ما تازه انقلابی که ما در موردش حرف میزنیم یا آزادی خواهی که ما حرف میزنیم یا مقاومتی که ما حرف میزنیم اصلا با اونا متفاوت. انقلاب من نبوده، من اینجا بغل مولوی عبدالعزیز بودم. خدای احد و شاهد دارم برای این. چی دارید میگید آقا شما؟ آستار خودمختاری بلوچستان بود، چه کارشون کردن؟ خدا بیامرزتش، خدا بیامرزتش. خیلی ممنون جناب آقای جم، واقعا خوشحال شدم با شما صحبت کردم. اصل مسئله ما بنان که مشکلات رو باید در بلوچستان شناخت. ریشه مشکلات اینه که بلوچ در سرزمین به دست دیگری است، یعنی حاکمیت نداره، به همین خاطر زیر فقره. تا زمانی هم که این وضعیت ادامه پیدا بکنه باقی میمونه. و چه زمانی تمام میشه؟ زمانی که بلوچ به حاکمیت دست پیدا بکنه، دست به توسعه و رشد. من معتقد بودم که با دوستان دیگه آی بولیدی که آدم تحصیل کرده یا ستار دوشوشی اینا رو آقا بیاری تو این بازی یواش یواش میگم یه روزنی باز بشه، بد نیست. بذارید ما هم دلمون خوش باشه یا آخر عمری که فردا مردیم چشمون باز نمونه. توجه میکنید چی میگم؟ چشمون باز نمونه بگیم آقا بیجهت زحمت کشیدیم. آقای سربازی، من یه زمان سال 77 در هفته 25,000 نسخه تیراژم بود. آقای ماجرانی و باندش کاغذ من و سمی من قطع کردن. تو نوبت بعدی صحبت کردیم، سندچه بهتون نشون میدم که چاپ کردم. من شماره حساب دادم به مردم که آقا دولت به من نمیده، اگه میخواید این چاپ بشه کمکم بکنید. و 6 ماه خرج روزنامه من همین مردم دادن، ولی 45 شماره بیشتر نتونستم چاپ بکنم. اومدم بعد مرزبان رو چاپ کردم، روزی 10,000 نسخه. تمام مشکلاتی که داشتم همون تیراژم بود. من 15 شماره قربونتون برم، گوش کردی؟ 15 شماره. بعد بساطم رو جمع کردم. این مسئله من تحمل کردم، ولی ایرانم رو ول نمی کنم. ایران یه چیزی دیگه است. هر کسی یک نگاهی داره، من نگاهم یه چیزی دیگه است، باز متفاوته. و واهمه هم که از این که بخوام اینو بگم ندارم. الهی قربونت برم، خیلی خوشحال شدم. سلامت باشید، خیلی ممنون، متشکرم. کنه انشالله ادامه داشته باشه دیدار ما و گفتگوهای ما با موضوعات مشخص. ریشه‌ای به قول شما شروع کنیم از 57 بیایم به این بر، از 58 نه، از 1307. نه من باور دارم اینطورو، ولی حرفم جای دیگه است. من میگم این نسل دیجیتالی نمیپذیره آقای سربازی، به خدا نمیپذیره. من در نگاهشون یه چیزی دیگه است. گفتگویی که 1307 شروع نشه من نیستم. ببین خب من چند تا کتاب بیارم از این 1307 که شما دارید میگید که روایت های مختلف نگاه. وقتی ما میخوایم دنبال راه حل باشیم باید ریشه‌شو پیدا کنیم. ریشه از اونجا شروع میشه، باید از همونجا شروع کرد به بحث کردن و حرف زدن. در غیر صورت نتیجه‌ای نداره. خیلی ممنونم. خب. در هر صورت حالا با هم دیگه صحبت میکنیم. شاید اگر لازم شد که گفتگوی دیگری داشته باشیم، یعنی
براتون پیام میفرستم. خیلی ممنونم. قربونت برم. خدا نگهدار. سلام برسون خانواده رو. خدا حفظتون بکنه. خدا نگهدار. ذخیره بکنید در صفحتون که بچه‌ها بتونن